میدونستین زمین با چه سرعت وحشتناکی داره حرکت میکنه؟ هر لحظه زمین با سرعت حدود 1670 کیلومتر در ساعت به دور خودش میچرخه. تازه این همه ماجرا نیست. زمین علاوه بر این با سرعت حدود 107,000 کیلومتر در ساعت در فضا حرکت میکنه و به دور خورشید میچرخه. حالا سوال اینجاست، چرا ما هیچ حرکتی حس نمی‌کنیم؟ طبق قانون اول نیوتن یا همون اصل لختی، وقتی همه چیز با هم و با سرعت یک نواخت حرکت کنه ما هیچ حرکتی رو حس نمی‌کنیم. یعنی ما، هوا، دریاها و ساختمون‌ها همگی همراه زمین با همون سرعت در حال حرکتیم. یه جورایی مثل وقتی که توی هواپیما نشستی و با سرعت زیاد در حال پروازی، اما چون همه چیز داخل هواپیما با هم حرکت میکنن تو چیزی حس نمی‌کنی. قضیه موقعی جالب میشه که اگه در کسی از ثانیه سرعت زمین تنها 1% کم یا زیاد بشه، همه ما نیست و نابود میشیم. لایک ویدیو یادت نره.